سلام بچه چطورین؟ من امروز میخوام برم از استریمرها، حالا نگاه اینوایت میدم بچه ها، از استریمرها چالش بگیرم تو مولتی، ببینم میتونم چالششون انجام بدم یا نه. بریم که شروع کنیم ویدیو رو دیگه. خب اولین استریمر، بریم تو بخش استریم یه رفرش بزنیم ببینیم کیا هستن کیا نیستن. اول برم از حامد گیمر بپرسم نظرتونه، برم از حامد بپرسم ببینم حامد چه چالشی به هم میده. براش نوشتم که سلام، من دارم یه ویدیو ضبط میکنم و نیاز به کمکت دارم، یه چالش بهم بده که داخل مولتی بشه انجامش داد. خب بچه‌ها، از اونجایی که من کلی منتظر موندم تا حامد چتمو بخونه، اما انقدری که چتا زیاد بود نتونست بخونه و چتم هی میرفت بالا و دوباره اسپم میدادم نمیخوند، مجبور شدم اون چالشی که چی بود اسمش، ادمینش بهم داد و انجام بدم. بریم که اونو انجام بدیم. خب دوستان، از اونجایی که حامد گیمر خودش جواب نداد چتو نخوند، مجبورم چت ادمینش که زیرش چالشو داده بود انجام بدم. دومیش اینم سومی هم جامپ شات میکنم. بیا بالا داداش، بیا داداش، بیا منتظرتم. بالرنگم که سیاره عزیزم مهدی سه تا دیگه جامپ شات. Defend the objective. The enemy has the bomb. جامپ شات 360 بود. اینا با لوکاس میزنن. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. یک چیز واقعی میاد. چیز بذارید بچه‌های گان چیدن، از گانی که خیلی متنفرم. بچه‌ها گفتن بشین ازش استفاده کنم. ببینم میتونم باشین یکی دوتا جام شاتی که مونده رو بزنم. خب یه دونه دیگه مونده، یه دونه بزنم. چی زدم به نازم تکی جمع کردم دیگه بازی. یکیشون اون میزدم بقیهشون از 11 تا کیل گرفتم. فکر کن مثلا نفر بعدی چالش بده MVP شو مثلا تو بچه ها. بالاخره رسیدیم سراغ استریم بعدی. قبلش من باید ازتون یه عذرخواهی کنم، توی این 3 دقیقه قبلی یه مقدار صدا اذیت کرد، چون من خودم توی ادیت تازه متوجه شدم که آره صدا درست ضبط نشده. سر همین ماجرا عذرخواهی میکنم. اولین ادیتم با سیستم خودم دارم ادیت میکنم، یه مقدار سخته. بریم که ببینیم این استریمر عزیز چیکاره. نه تو من بگیر. خب بچه‌ها ببینید اینجا اشتباه کرد، برعکس متوجه شد. من گفتم تو من چالش بده، اون برعکس متوجه شد من بهش چالش دادم. ببینیم چالشش چیه بچه‌ها. چیکاره می‌کنی؟ من چالش می‌خوای؟ آره دیگه چالش می‌خوام. برو از یه دیگه چالش بگیر. من اومدم سراغ تو. چالشو میگه الان. برو چه می‌دونم مثلا توی یه روم برو تو مولتی 360 بزن یه نفر رو چه می‌دونم اسم به نازم، هم راحته هم میتونم بزنم. بریم سراغش. نمیدونم اینو 360 حساب میکنی یا نه.
بچه از نظر خودم این 360 نیست، اما اینم 360 حساب میکنیم. 2 تا 360 زدم، یه دونه اونجا یه دونه اینجا، ولی اینا 270 یا 180 درجه بود، 360 نبود. ادامه ویدیو رو ببین، شات‌های خفن‌تری هم زدم داخلش. ولی برم یه دونه دیگه بزنم برای محکم کاری. خب بچه‌ها من دیروز اومدم به داداشم مهدی لایت گفتم چالش بده، انگار رو فرم نبوده، اینا نتونست چالش بده. اومدم امروز ازش ببینم امروز چالش میده بهم یا نه. خب بچه‌ها من واسش نوشتم مهدی جان سلام، من دیروز اومدم میخواستم ازت چالش بگیرم اما انگار رو فرم نبودی، خیلی ممنون شدم، امروز چالش رو به من بدی، یه چالش بده که توی مولتی بشه انجامش داد. ببینم چه چالشی بهم میده. منتظر وایسیم تا چالش بده. یه چالش بدم تو مولتی انجام بدی؟ آره چالش بدم تو مولتی. خیلی سخت باشه میتونی انجام بدی؟ خیلی سخت باشه یه چیز معمولی بگم. نوشتم هر چی دوست داشتی. والا نمیدونم جواد، خیلی خرابن اینا. خیلی خرابن. خب رفتن تو فایت، یه رب دیگه چالش میتونم بگیرم. چقدر راحت زدنشون. هر چی دوست داشتی. داداش چالش تو مپ فایرینگ رنج با یه HDR با یه HDR. خب یه دابل هدشات بزن. دابل هدشات. دابل هدشات. بچه الان که دارم فکر میکنم اصلا دابل هدشات کار ساده ای نیست، اصلا کار ساده. دابل شات بود خیلی ساده تره. بذار الان ببینم یه ذره چالشش آسون تر کنه. دابل هدشات خیلی سخته. دابل شات بود همین الان میزدم، ولی دابل هدشات واقعا سخته. بذارش بهش بگم. سلام حسین شاه، چطوری؟ سلامت باشی، خوبی؟ چه خبر؟ یکم راحت ترش برو بزن که دارکی داداش برمیاد ازت. فکر نکن. آره در میاری میدونم، قول میدم که میتونی. مهدی تو چه کار کردی با من؟ 3 روز طول کشید تا تونستم این شاتو در بیارم. زدم آجی، زدم بالاخره بعد سالها زدم. هدشات؟ آره. خب بچه ها مثل این که تایم خداحافظی هم توی این ویدیو فرا رسید. اصلا دوست ندارم ویدیو رو تموم کنم چون سرش خیلی زمان گذاشتم، زحمت کشیدم. ممنون میشم لایک کنین ویدیو رو. اگه از این سری ویدیوها خوشتون میاد یه همچین ادیتی داشته باشه، چون اولین بارم دارم ادیت میکنم دیگه چیزی بود که از دستم برمی اومد، تلاشمو کردم یه چیز خوب در بیاد. لایک کنین ویدیو رو. ویدیو بعدی میرم از یوتیوبرها چالش میگیرم و باشون صحبت میکنم. امیدوارم تا ویدیو بعدی هوا خودتون رو داشته باشین. خدافظ.